خب آقا، چون خیلی میپرسید راجع به هزینه ها که هزینه خورد و خوراک تو کره چجوری میشه برای دانشجوها، بیاین دقیق بهتون توضیح بدم که دستتون بیاد. خب ببینیم به عنوان مثال، خب این کیمباب 3600 خونه. شما روزی یه دونه از این کیمباب بخورید، حالا ما میگیریم 3000، آخر ما میشه 90000 بود. هر $100 142,000 وون هستش. یعنی شما روزی یه دونه از این کیمباب بخوری، آخر ما میشه حدود $65. خب برای اینی که گفتم کلا برای یه دونه کیمباب بود. شما برای مثلا خریدتون حساب بکنید یا یه وعده غذایی بخواد توی رستوران بخورید، مثلا یه غذای معمولی بخواید بخورید که ارزش خوردن داشته باشه 10,000 وونه، میشه نزدیک $7. و خب لباس ها هم که قیمتاش دقیقا از 10,000 وون شروع میشه به بالا تا مثلا 40-50,000 وون. لباسی معمولی ها، برندا رو نمیگم، لباسی خود کره ها، مثلا جنس کره ای بخوای بخری. همین دیگه. امیدوارم که سوالاتون رو جواب داده باشم.